کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان ساکنان و مهمانان کشور را هشدار داد که بر اساس پیشبینی هواشناسان از 26 تا 27 می سال 2021 در رودخانه‌هایی که از جنوب نشیبه‌های رشته‌کوه‌های ایثار جاری می‌شوند در دریاهای قزلسو، یوخسو، وخش، آبخنگاب، زرافشان و اسفره بالوروی سطح آب در نظر داشته شده در ناحیه‌های کوهستان و دامنه‌کوه‌های ولایت ختلان، سوخت، ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان همچنین ناحیه‌های تابع جمهوری آمدن سیل احتمال دارد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده در این رابطه به ساکنان توصیه داده است که در این 2 روز به منطقه‌های کوهی برای جمع‌آوری علف و اعزام و چاروارانی نروند. هنگام در کوه‌ها و دامنه‌کوه‌ها بودن احتیاطکار باشند. از رفتن برای استراحت به ساحل دریاها و دیگر مخزن‌های آب خودداری نمایند. با مقصد پیشگیری از پیامدهای آمدن سیل، سیلراه‌ها، کانال و جویبارها را از هر گونه پرتاب‌ها تازه نمایند. از ساکنان همچنین خواستند که در صورت پیش آمدن حالت فوق‌العاده و یگان حادثه ناخوش به این رقم‌ها زنگ زنند: 112 223 13 11 93 880 28 19. هشدار نو کمیته حالت‌های فوق‌العاده در پی بارشات شدید نیمه اول ماه می است که باعث خراب شدن صدها گکتار زمین کشت و دهها خانه و پول، ستون‌های برق و انشاءات دیگر گردید. روز 11 می بر اثر سیل 9 نفر از جمله 3 نفر در دهه چگم نویه شمس‌الدین شاهین، 3 نفر در کلاب و 1 نفری در ایثار کوشانیان و بخش به هلاکت رسیدند.